عرض سلام و خدا قوت و همچنین خدای منان را شاکر هستیم به جهت این نعمتی که بر استان ما ارزانی داشت. به اتفاق عزیزان راهداری، دوستان ما در اجتماعی انتظامی استان به قصد سرکشی از محورهای مواصلاتی استان اعزام میشیم. انشالله که بتونیم با همکاری که با عزیزان رانندگان، با عزیزانی که احیانا در راه موندند یا نیاز به کمک‌های فوری دارند بتونیم بشتابیم به کمکشون و اقدامات خدمات رسانی در راستا رو بتونیم انجام بدیم. سلام علیکم. خسته نباشید جمیعا. از کجا تشریف میارین؟ کرمانشاه. کجا تشریف میارین؟ تهران. مورد خاصی که نداشتین؟ نه ممنون جان. مشکلی، اعتراضی؟ دستون در نکنم چی خوبه. در هر صورت ما در خدمت شما هستیم. اگر موردی هست به ما مربوطه میتونیم کمکتون کنیم به نوعی بفرمایید در خدمتتون باشیم. دست شما راننده هم در نکنم چی خوبه. بله ما راننده اتوبوس همکار خودمون میدونیم. ما توصیه‌ای لازمشان کردیم که در موقعی که لازم باشه در هر صورت مجموعه ما و ناوگان عمومی دوستان راهداری خدمتگزار خوبی برای شما باشیم ان شاء الله. آقا سلام علیکم. خدا قوت. حاج خانم سلام علیکم. خسته نباشید. هوا برفیه که بله میدونی که زنجیق همراه داشته باشین. هستش. همراه دارین که حالا نشون دادم. این نشان از پختگی شما میده. نشان میده که واقعا با پلیس هماهنگین. زحمت کشید. دوست دارین هم خودتان سالم به مقصد برسید هم ایجاد زحمت برای کسی نکنید. ما ممنون شما هستیم به اینکه توصیه ما را گوش میدید، توجه میکنید. قبل افتادیم 60 تا 70 تا میشه نگو 60 تا بیشتر نرسید. این نشان از پختگی حضرت عالیه. دست شما در نکنه. ممنون. خواهش میکنم. اگر در مقطعی، در گردنی، در یک مسیری توسط همکاران بنده عزیزان راهداری اعمال محدودیت شد، جلوگیری از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ شد، عزیزان خیلی اصراری به ادامه حرکت نداشته باشند، چرا که واقعا با این حرکت هم باعث ایجاد زحمت برای خودشان و هم این که باعث این میشن عزیزان راهداری کار برفروبی و فعالیت‌های خودشونو به درستی انجام ندن و باعث ایجاد ترافیک و نارضایتی بقیه مردم عزیزمان بشه. در هر صورت پلیس رای انتظامی استان کرمانشاه، مجموعه انتظامی استان کرمانشاه افتخار داره که در کنار سایر دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی بتونیم خادمین خوبی برای مردم عزیزمان باشیم ان شاء الله.